با سلام و احترام حامد رازانی هستم. جلسه هشتم از درس تکنسین عمومی شبکه کامپیوتری رو شروع می‌کنیم. در جلسات قبلی ما در خصوص برادکست دامین و کالیژن دامین صحبت کردیم. همچنین یک مختصری در مورد سفر بسته از مبدأ تا مقصد یا از خاک تا افلاک در واقع صحبت شد. با این پیش‌زمینه‌ها درس TCP/IP رو شروع می‌کنیم که برای ما خیلی مهم هست و پیش نیاز در واقع مفاهیم اصلی ما شامل راوتینگ، سویچینگ و تانلینگ خواهد بود. خب چند تا تعریف داریم. پروتکل‌های اتصالگرا و غیر اتصالگرا رو توضیح میدیم. پروتکل‌های در واقع لایه TCP و همچنین IP و سه نوع مخابره رو بررسی خواهیم کرد. و بعد از اون کلاً ساختار IP رو بررسی خواهیم کرد که به چه ترتیبه و چه اطلاعاتی در واقع میتونیم از یک IP به دست بیاریم. کلاس ها، پابلیک پرایوت، نحوه ارائه IP به هاست و جزئیات در واقع این پروتکل رو بررسی خواهیم کرد. خب ببینیم پروتکل اتصالگرا و غیر اتصالگرا چی هست. احتمالاً ما این در واقع نام کانکشن اورینتد یا اتصالگرا و کانکشن لس رو شنیدیم، ولی خب حالا بررسی می‌کنیم که ببینیم مفهوم چه. پروتکل هایی که در واقع در شبکه داریم از یکی از این دو نوع هستن. پروتکل های اتصالگرا رو من برای اینکه در واقع مفهوم اون رو برای شما واضح‌تر بکنم یک مثال براتون میزنم. پروتکل‌های اتصالگرا مثل اسکورت هستن. به چه معنا؟ یعنی اینکه قبل از اینکه ارتباطی بین مبدأ و مقصد برقرار بشه، یک مسیر ایمن تولید میشه. شما وقتی میخواید یک نفر رو اسکورت کنید، از مبدأ تا مقصد رو خیابون‌ها رو کاملا میبندید، ایمنی رو برقرار میکنید و بعد اون نفر رو انتقال میدید. این روش خیلی ایمنه، اما خب زمان طولانی تری داره و هزینه بسیار بالایی داره. در شبکه کامپیوتر به همین ترتیب هست. در پروتکل‌های اتصالگرا در واقع توسط یک مکانیزم به نام دستکانی سه مرحله‌ای یا تری وی هند شیکینگ توسط تری وی هند شیکینگ یا دستکانی سه مرحله‌ای یک راه ایمن رو بین مبدأ و مقصد ابتدا برقرار میشه. یعنی قبلا با همین دو تا مبدأ و مقصد دو تا هاست با هم نگوشییت میکنن، یک راه ایمن رو درست کنن و سپس به انتقال اطلاعات میپردازن. این تری وی هند شیکینگ همونطور که می‌بینید یک در واقع فایل سینک ارسال میشه یا در واقع همگام سازی، جواب استرینگ یا اکش و دوباره یک اک از طرف در واقع سورس. خب طبیعتا این پروتکل کندتره و حجم بالاتری رو به بسته اضافه میکنه، چون داده های کنترلی و چک و مسائل امنیتی که به بسته اضافه میشه باعث میشه حجمش بره بالا. در مقابل پروتکل های کانکشن لس هستن یا غیر اتصال. پروتکل های غیر اتصالگرا رو اگه بخوام یک توضیح بدم، عملکردشون شبیه آمبولانسه. یعنی چی؟ یعنی زمانی که یک آمبولانس میخواد حرکت بکنه، هیچ وقت راه ایمنی و در واقع قبلش فرصت نداره که بخواد تعیین کنه. یعنی به عبارت دیگه این آمبولانس همینطور که حرکت میکنه با کشیدن آژیر راهشو باز میکنه، هر جا هم به بن‌بست خورد مسیر رو عوض میکنه و به مقصد میرسه. حتی ممکنه به مقصد برسه ببینه اون بیمارستانی که مقصدش بوده باز نیست یا در اون ساعت سرویس نمیده، مسیرش رو عوض میکنه و میره به سمت یک مقصد دیگه. پروتکل‌های غیر اتصالگرا هم همینطوری هستن. این پروتکل‌ها در واقع درشون چک ها و کنترل های امنیتی پایینه و به همین دلیل دیتا لاست اگه درشون رخ بده امکان کشف خطا خیلی پایین‌تره. به همین دلیل اگه همچین اتفاقی بیفته بسته مجددا ارسال خواهد شد. اما دقیقاً ببینیم کاربرد اینها کجا هست. این که خب خیلی خوبه اگه ما همه بسته‌مون چرا کانکشن اورینتد نمی‌کنیم، چرا اتصالگرا نمی‌کنیم که ایمنی برقرار باشه. یه مثال میزنم. شما فرض کنید توی یک در واقع تراکنش بانکی دارید حسابتون رو چک می‌کنید، رمز عبورتون می‌زنید. طبیعتاً در اینجا امنیت برای شما خیلی مهمه، حتی اگر این چک کردن 5 دقیقه هم به طول بیانجامه. بنابراین در این روش شما از کانکشن اورینتد استفاده می‌کنید و بیشتر از سرعت امنیت براتون مهمه. اما تصور کنید دارید با یک دوستی از طریق وایب، از طریق سرویس‌هایی مثل وایبر و در واقع سرویس‌های صوتی چت تصویری یا مثل اسکایپ چت تصویری یا صوتی انجام میدید. تو این زمان اینکه شما از صدای شما از 20 کلمه شما کامل اون 20 کلمه برسه خیلی براتون مهم نیست. حالا از این 20 کلمه
19 تاشم برسه، 18 تاشم برسه، چند تا قطعی داشته مهم نیست. مهم اینه که خیلی ریل تایم و سریع برسه. یعنی اگه سرویس وایس 5 ثانیه تاخیر داشته باشه، شما خواهید دید که چقدر این مشکل ایجاد میکنه و عملا سرویسی که 5 ثانیه تاخیر داره غیر قابل استفاده است. بنابراین ما اینجا میایم از سرویس‌های غیر اتصال‌گرا استفاده می‌کنیم که سرعت بالایی دارن، اما به این هزینه هم قبول می‌کنیم که تعدادی از بسته‌ها لاست بشه. معمولا کانکشن لس ها غیر اتصال‌گرا در سرویس های مالتی مدیا و وایس و ویدیو کنفرانس ها در واقع استفاده میشه و اتصال‌گراها در سرویس های مثل HTTPS و جاهایی که امنیت لازمه و دیتا ها در واقع بیت به بیتشون برای ما ارزش داره. در استک TCP IP در مدل 4 لایه در واقع پروتکل در لایه ترانسپورت یا لایه مخابره ما در واقع پروتکل های TCP و UDP رو داریم که TCP پروتکل اتصال‌گراه که در واقع همون پروتکل ایمن است، ترانسپورت کنترل پروتکل، و UDP است که غیر اتصال‌گراه کانکشن لس هست، UDP User Datagram Protocol، که اینها در مدل در واقع 7 لایه OSI در لایه ترانسپورت قرار دارند. خب این از مفهوم پروتکل‌های اتصال‌گرا و غیر اتصال‌گرا. یه پروتکلی هم هست در لایه IP به نام پروتکل ARP یا Address Resolution Protocol. اگر خاطرتون باشه تو بحث در واقع برادکست دومین و کالیژن دومین بررسی کردیم که یک آدرسی هست به نام آدرس مک یا سخت افزاری که مسئول ارتباط قدم به قدمه. این آدرس مک در سطح لایه 2 یا در سطح یک لن، حالا تعریفات دقیق‌تر میشه، یا در سطح یک برادکست دومین کار میکنه که این آدرس میبینید تو لایه‌های پیوند داده هست. خب لایه 2 هم چون سویچ بود، یعنی این در واقع مک توسط سویچ شناسایی شد، یا به عبارت سویچ دستگاهی بود که با استفاده از آدرس مک یک کالیژن دامین های مختلفی توضیح در واقع مشخص میکرد. اگه حالا باید تو اون فصل کالیژن دامین اگه متوجه نشدید منظورها دوباره مطالعه کنید و مجددا به این درس رجوع کنید. خلاصه این بود که سویچ در هاستایی که بهش متصل هستن، اگر یک هاست خاصی بخواد به یک هاست دیگه ای ارتباطی برقرار بکنه، به عنوان مثال در این برادکست دامین در این لن ما اگر این هاست بخواد به این هاست اطلاعاتی رو بفرسته، از آدرس مک استفاده میکنه. ولی شما دیدید تو شبکه‌مون ما پینگ میکنیم، یعنی از آدرس آی پی استفاده میکنیم. حقیقت اینه که ما مثلا ببینید الان من از 192.168.1.10 یه پینگ بگیرم، ببینید که پینگ در واقع انجام میشه، اما حقیقت اینه که چون تو لایه 2 هستیم و در واقع آدرس مک تو لایه 2 کار میکنه و سویچ هم اینجا در واقع حضور داره، از طریق پروتکلی به نام پروتکل ARP یا Address Resolution Protocol آدرس مک این IP پرسیده میشه و باهاش ارتباط برقرار میشه. منتها اون چیزیه که ما نمیبینیم، ما پینگ رو از طریق IP میگیریم. با استفاده از دستور ARP-A تو ویندوز میتونیم جدول ARP در واقع دستگاهمون. الان تو دستگاه 192.168.1.10 ما ARP-A رو زدیم که میگه تو جدول شما آدرس IP 192.168.1.12 یعنی این هاست مقصد هست با این آدرس مک. یعنی چنانچه الان ما بریم تو این دستگاه و آدرس مکش رو بخوایم نگاه بکنیم، خواهیم دید که آدرس مک همون آدرسیه که تو جدول ARP دستگاه مقابل ثبت شده. پس خواهیم دید که در واقع در لایه 2 آدرس در واقع مک هست که کار میکنه. منتها چطوری یک پروتکلی به نام پروتکل ARP یک آی پی رو تبدیل میکنه با یک بسته برادکست. یکی دیگه از کاربرد بسته‌های برادکست می‌بینیم که جار میزنه که این آی پی مکش کیه. 1.12 اعلام میکنه که مک من اینه و این دستگاه توی جدول آرپش درج میکنه. همینجا در واقع میگم که یک در لول های بالا خواهید دید که این یک مکانیزم حمله است، یعنی آرپ پویزنینگ یا آلوده کردن جدول آرپ یکی از مکانیزم های حمله است. تصور کنید که این دستگاه داره دنبال گتویش میگرده که بره به سمت اینترنت، جار میزنه که 192.168.1.1 که گتوی منه و تو این دستگاه برام ست شده، آدرس مکش که الان میبینید برای این هاست یک ست شده به عنوان گتوی. خب جار میزنه کیه؟ اینجا یک دستگاه در واقع خرابکار به جای زودتر میاد مک خودش رو اعلام میکنه، به جای دیفالت گتوی این هاست فکر کنه دیفالت گتویش این مک این دستگاهه و تمام بسته‌هاشو سرازیر میکنه به سمت این هاست. این خودش یکی از مکانیزم‌های حمله است به نام آرپ که خب تو روترها و سویچ‌ها روش‌های مختلفی برای جلوگیری از حمله آرپ پویزنینگ وجود داره. این هم از پروتکل آرپ که در واقع وظیفش تبدیل آی پی به مک هست در سطح لایه 2 در یک لن.
چرا که تراکنش داده در سطح یک لن، در سطح یک برادکست دومین از طریق آدرس مک انجام میشه. البته پروتکل معکوس اون هم هست به نام پروتکل RARP یا Reverse ARP که مک رو به IP تبدیل میکنه. خب 3 نوع مخابره هم در TCP/IP داریم. البته اینا رو قبلا اشاره کردیم: یونیکست، مالتیکست یا برودکست. یونیکست یک به یک، زمانی که یک هاست خاص دقیقاً با یک هاست کار داره، یعنی دقیقاً ما از این هاست می‌خوایم بسته‌ای رو به این هاست بفرستیم یا از این هاست بسته‌ای رو می‌خوایم به این هاست بفرستیم. مالتیکست یک به چنده، یعنی به عنوان مثال تو این شبکه که 3 تا کامپیوتر یا n تا کامپیوتر وجود دارن، یک بسته ارسال میشه که به چند تا از این هاست‌ها خاص رسیم. به عنوان مثال به این هاست، به این هاست، به این هاست و به این هاست. کاربردی که این داره بیشتر توی در واقع مسیریاب‌ها هست و همچنین سوئیچ‌ها. بسته خاص ارسال میشه و به روترها پیام خاصی میده که خودشون رو اصلاح کنن یا کارهای خاصی در خصوص مسیریابی و کنترل ترافیک انجام بدن که ما اینو توی پس مسیریابی بررسی خواهیم کرد. و در نهایت یک به همه، همون برادکستی که گفتیم، بسته‌ای که به همه میرسه و داده پراکنه. در فصل آینده ادامه TCP/IP رو خواهیم داشت و وارد بررسی اجزای پروتکل TCP/IP خواهیم شد. چنانچه سوالی داشتیم با ایمیل من یا از طریق صفحه فیسبوک در ارتباط باشیم با هم. ممنون میشم که سوالاتون رو بپرسید. با تشکر از همراهیتون.